سبحان الله و الحمد لله، یعنی ثواب اینها بچنان بزرگی هست، بچنان گران و کلانی هست که ما بین زمین و آسمان پر میکنه. نماز خواندن برای تو فایده نداره، حج رفتن و زکات دادن و دیگر نوع عبادت ها برای تو فایده نداره. به همین خاطر برادر گفتن دو کلمه هست که الله رب العالمین این دو کلمه را از بنده هاش دوست میداره. دو بری راه صف میگیرن و پیشواز اهل جنت میبرآمدن. اونها یک جمله داشتن: اونها را پاکیزه نکنیم، اگر اعتقاد پاکیزه نکنیم، اگر زندگی را پاکیزه نکنیم، من و شما به خدا رسیده نمیتوانیم. رب العالمین وقتی که اهل جنت وصف میکنه که جنتی ها به سوی جنت وقتی برده میشوند، یعنی گروه گروه جمع کرده میشوند، از صحرای قیامت به سوی جنت برده میشوند، ملائکه هایی که وابسته به خدمتگاری اهل جنت هستند، اون ملائکه میگه درهای جنت بروی اهل جنت کشاده میکنن، دو طرف از دو بری راه صف میگیرن و پیشواز اهل جنت میبرآمدن. اونها یک جمله داشتن، اونها میگفتن که سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، میفتن سلامتی ابدی برای شما نصیب باد، ابدی دیگر شما در جنت سلامت میمانه، رنج و مشقت و غم و درد در این آخرت یعنی در جنت دیگر نمیبینه، سلامتی ابدی برای شما نصیب باد. طیبتم، شما در دنیا پاکیزه بوده، سبب پاکیزگی شما را سبب شد که امروز داخل جنت میشوی. فادخلوها، امروز داخل شوید در این جنت که ابدی همیشگی، خالدین فیها ابدا، همیشگی شما در عیش و عشرت و لذت و راحت آخرت هستید. یعنی پیغمبر بزرگوار برای ما توصیه چی کردن؟ گفتن ای امتای من حرکت کنه، خود را پاکیزه کنه، پاک باشه. متاسفانه امروز اکثر مردم ما با آب سر و بدنش شستشو میکنن، غسل میکنن، اما درون اونها ناپاک است. برای انسانیت پاکیزگی تزکیه نفس، یعنی درون و بیرونش انسان باید پاکیزه کنه. اگر درون پاکیزه نباشد، دل پاکیزه نباشه، مسجد آمدن برای تو فایده نداره. برادر عزیز بزرگواری من، نماز خواندن برای تو فایده نداره، حج رفتن و زکات دادن و دیگر نوع عبادت ها برای تو فایده نداره. به همین خاطر برادران بزرگواری من حرکت داشته باشیم که ما درونها و بیرونهای خود را از ناپاکی ها، از افلاسی ها، از غژدی ها، از بدنیتی ها، بدفکری ها، بددوستاری ها حرکت کنیم که پاکیزه کنیم، تا اینکه خداوند ما را قبول داشته باشه، تا اینکه ما وقتی که از دنیا به سوی الله رب العالمین بازگشت میکنیم، این عبادت هامو برامون دردی سر نباشه، این عبادت هامو مقبول درگاه الله رب العالمین باشه. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودن والحمد لله تملأ المیزان، گفتن حمد خدا ترازوی قیامت پر میکنه، یعنی وزنین و سنگین میکنه. برادران بزرگواری من، حمد خدا چی است؟ ثنای خدا، شکر خدا، منتدارگی از جانب پروردگار. انسان منتدار و راضی شدن و شکر گفتن است. برادران بزرگواری من، اینقدر نعمت زیاده که الله رب العالمین برای من و شما داده است. از جسم و بدن خود یک بار نگاه کن. دو چشمی روشنی زیبا کی بخشید؟ زبانی شیرینی گویا کی بخشید؟ کی برایت این یعنی عضوها و اعضاهای چقدر زیبا را بخشید؟ از دستها را ببین، پاها را ببین، چشمها را ببین، گوشها را ببین، زبان را ببین، دل را ببین. اینقدر اعضای زیبا که والله قسم از گل ده زیباتر هستی. کی برایت این اعضاها را بخشید؟ الله رب العالمین. در برابر این نعمت های الله باید که من و شما شکرگزار باشیم، باید من و شما شکرانه این نعمت های الله با جا بیاریم، عمیق کنیم که این نعمت برای ما الله داده است و هر لحظه بگیم که الحمدلله رب العالمین. حمد یعنی شکر برای تو ای الله رب العالمین که برای من چقدر نعمت زیاد بخشیده ای. وقتی که ما حمد خدا گفتیم، شکر خدا گفتیم، ثنای خدا گفتیم، ترازوی یعنی ثوابهای ما در روز قیامت وزنین می شود. یعنی حمد خدا
ترازوی صحرای قیامت که عملهای ثواب و گناه ما وزن کرده می شوند، ترازوی ثوابهای ما را چقدر وزین میکرده است. یعنی همیشه در زبان ما چی باشه؟ الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. یعنی جمع خوبی ها همه برای تو است ای الله رب العالمین. شکر برای تو، حمد برای تو، منتدارگی و زیباگی و پاکیزگی، اطاعت و عبادت همه برای تو ای الله رب العالمین. و سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن سبحان الله والحمد لله، یعنی ثواب اینها بچنان بزرگی هست، بچنان گران و کلانی هست که ما بین زمین و آسمان پر میکنه. برادری عزیز بزرگوار من، وقتی ما و شما با زبان سبحان الله الحمدلله میگوییم، چقدر سخنهای زیبا هستند. حتی در یک روایت جناب پیغمبر گفتن که کلمتان حبیبتان الی الرحمن، گفتن دو کلمه هست که الله رب العالمین این دو کلمه را از بنده هاش دوست می‌داره. خفیفتان علی اللسان، چقدر آسان است گفتن شد از زبان. ثقیلتان فی المیزان، چقدر وزین است وزنشان در ترازوی قیامت. این کلمه ها چه هستند؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. یعنی سبحان الله و الحمدلله گفتن بچنان کلمه های هستند که الله رب العالمین از من و شما این کلمه ها را دوست می داشته است و وزن اینها بچنان، یعنی زیادتیشون بچنان زیاده بوده است که بین زمین و آسمان پر می کرده است. حرکت داشته باشیم. سبحان الله چی معنی داره؟ معناش این است که من با پاکیزگی تو را یاد میکنم ای الله رب، تو پاکیزه هستی، منزه هستی از این گفتارهایی که امروز ملحدین و مشرکین دارند. میگویند در برابر خدا شریک میارند، نعوذ بالله. میگوی ای پروردگار تو شریک نداری، تو یکتا هستی، یعنی تو بی همتا هستی، تو یک و یگانه هستی. الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی این جمله ها سبحان الله و الحمدلله بچنان ثواب و وزن کلان داشتند که بین زمین و آسمان ثوابشون پر میکرده است. برادران عزیز و بزرگوار، حضرت ابی مالک اشعری رضی الله تعالی عنه حدیث را روایت میکنند که این حدیث مسلم است. در صحیح مسلم این حدیث امام مسلم آورده است. حضرت می فرمایند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که الطهر شطر الایمان، گفتن طهارت، پاکیزگی این نصف ایمان هر شخصیت است. برادران عزیز بزرگوار، امروز در جامعه من و شما، در جامعه ما مسلمان ها چقدر ناپاکی زیاد شده است. طهارت یعنی پاکیزه بودن، پاکیزگی قلب، پاکیزگی جسم و بدن، پاکیزگی حیات، حتی پاکیزگی فکر و عقیده و اعتقاد نصف ایمان هر شخصیت از پیغمبر بزرگوار گفتن. من و شما باید حرکت داشته باشیم که از دل سر کرده ابتدا دل را پاکیزه کنیم، یعنی از غژدی ها، از فکر و نیت بد، از اعتقاد بد، از محبت های بد ابتدا از دل خود شروع کنیم، دل پاکیزه کنیم. بعد از پاکیزه کردن دل، جسم و بدن از ناپاکی ها پاکیزه کنیم. ما و شما ببینه وقتی نماز خواندنی میشویم طهارت میکنیم، یعنی طهارت بدن پاکیزه میکنیم از غژدی ها. انسانی بی طهارت نمیتواند نماز بخوانه. اگر من و شما برادران بزرگوار من، اگر قلبها را پاکیزه نکنیم، اگر اعتقاد را پاکیزه نکنیم، اگر زندگی را پاکیزه نکنیم، من و شما به خدا رسیده نمیتوانیم، به خدا قریب شده نمیتوانیم. چون که رب العالمین در حدیث قدسی میفرمایند که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، الله پاکیزه هست، از بنده هاش قبول نداره مگر پاکیزگی را. اگر ما و شما برادران عزیز بزرگوار اگر پاکیزگی را اختیار نکنیم، ما در درگاه خدا قرب پیدا نمیکنیم، به خدا رسیده نمیکنیم، به خدا قریب نمیشویم.
خیر خداوند بزرگوار برای جمعیت ما توفیق عمل کردن نصیب بگردان. پروردگار بار الهه این ماه برای ما مبارک بگردان. در این شب‌های آخر این ماه پروردگار ما را از گناه پاکیزه بگردان. گذشتگیامون رحمت و مغفرت بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشند و مراد و مقصد برسان. پروردگار را در کسب کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگار را به فرزندای جمعیت فرزند صالح نصیب بفرما. به زنها را زن صالحه نصیب بفرما. پروردگار را محبوسا و زندانیای ما را آزادی نصیب بگردان. طالب علم هامون علم نافع و مفید نصیب بگردان. زنها و مادرها و خواهرهامون در پرده حیای خودت مستور بگردان. پروردگار را بار الهه هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بفرما. از قهر غضب ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار را تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در روی عالم در حفظ امانت نگه بدار. پروردگار را مشکلی هاشون آسان بگردان. در کسب کارهاشو برکت ها عطا بفرما. پروردگار را جملگی ما را خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.